هلو ویورز، من اسمم قیصره از فرودگاه دالاس واشنگتن اومدم. با هواپیمایی که میبینیم جلو، همین هواپیما ما سوار میشیم و اسم هواپیما نورس هست، از کشور نروژ هست. منتظر هستیم. حالا ساعت 5:35 ما میریم توی هواپیما و شما رو من نشون میدم. هواپیما که ایستاده جلو، همین از پنجره من میبینم اونجا ایستاده. حالا شما رو میبرم طرفای دیگه به خود ببینید فرودگاه دالاس واشنگتن دی سی. این همه مردم نشستن، سالن هست، فرودگاه بزرگی است و حالا به شما نشون میدم. اینجا رستوران ها هست، بعضی از جایا خیلی شلوغ است. اینجا پرچمه های مختلف کشورها دیده می شود. دوباره میخوام نشون بدم هواپیمایی که ما سوار میشیم از اینجا خوب دیده میشه. میریم طرف هواپیمای نورس. من میرم لندن و همراه زنم. اینجا از اینجا نزدیکتر هست، میتونید ببینید این هواپیمای نورس هست ایستاده و این هم بوردینگ بریج است. از اینجا میریم توی هواپیما. میتونید ببینید فرودگاه واشنگتن دالاس. حالا شما رو دوباره میبریم، نشون میدیم رستوران های اینجا هست و اینجا اطلاعات و همه چیز دیده ساعت 5:01 هست. حالا هست اینجا رستوران های مختلفی که دیده میشه، پرچمه های اینجا دیده میشه، عراق و انگلستان و اینجا میبینید این چکین کانتر هست. اینجا نورس نوشته شده. اینجا نوشتن چقدر میتونید وزن رو ببرید، تریون که همراهتون ببرید. این تریون هست 10 کیجی و زیر صندلی هم میتونید بذارید 56 سانتی متر باید باشه و اینجا 45 سانتی متر. اینجا نوشته دیپارچر تایم نورس 5:35 است. پرچم های مختلف کشورها دنیا اینجا دیده میشه. اینجا نوشته پولو رالف لورن. اینجا چینل دیور و اینجا نوشته از کجا باید بریم، بگیج کلیم کجا هست، ترانسپورتیشن کجا هست، واقعی با گیت ها که کدوم گیت میری که نوشته. اینجا مغازه هایی هست. اینجا نوشته دیوتی فری امریکاست، چیزایی میتونید بخرید، دیوتی فری هست. حالا من برمیگردم جایی که من نشستم. از اینجا میتونی ببینید پرچم‌های مختلف کشورها هست. دوباره برمیگردم جایی که من نشستم، میرم مستقیم. مغازه های تو فرودگاه خالیه، نه
فروشنده هست، مشتری هست، همه چیز میتونی ببینیم. اینجا هم نوشته رستوران، دستشویی، توالت، همه چیز این طرف هست. این طرف فقط رستوران هایی هست، خیلی اینجا هستن که دارن میخورن چیزهای مختلف. اینجا مغازه های دیگه هم هست، مردم از اینجا میخرن شکلات، لباس. خیلی چیزا هست اینجا. اینجا شلوغ دیده میشه، منتظر هستن که بشینن، ولی مثل که صندلی ها خالی نیست. اینجا هم الکترونیکس نوشته، دکان های مختلف اینجا هست، پیدا میشه تو فرودگاه. لباس، کیف، عینک، همه چیز پیدا میشه تو فرودگاه دلاس واشنگتن دی سی. درم میرم مستقیم ببینیم جلو چیزهایی هست. و اینجا هم یه ترکیش ایرلاینز نوشته، اینجا هم لانج هست، میتونیم مردم که با هواپیما یه ترکیش میرن میتونیم استراحت کنن. و اینجا دکونی عینک هست، مثل که برون هست، ریبن و خیلی عینک های مختلف هست برای مرد و زنان. همه جا مثل این که مشتری کم هستن زیاد. و این جایی هست که رستوران هست، اینجا خیلی شلوغه، خیلی ها اینجا نشستن دارن میخورن غذا. اینم بندی هست، بندی نوشته، بیف برگر و همه برگر های اینجا پیدا میشه. پرچم هندوستان دیده میشه. اینجا همه رستوران ها در یک جا مثل اینکه هست گذاشتن و مردم استراحت میکنن، همه منتظر هستن که سوار هواپیما باشن. اینجا هم شلوغه، خیلی مردم اینجا هستن دارن غذا میخورن. میرم مستقیم. اینجا گیت های مختلف هست، اینجا هم آیرکس ماساژ نوشته و دکان هایی هست. اینجا هم چیزی دارن میفروشن. اینجا هم نوشته گیفتس، تحفه. اینجا هم خیلی چیزا هست، کاکو چیزر هست. اینجا هم دکون پرچم های دنیا میتونید بخرید، پرچم های دنیا، لباس ها هست. مردم اینجا شلوغ شده، ایستادن که وارد هواپیما باشن. شلوغ است اینجا، دیگه نمیشه وارد. از این طرف رد میشیم، شلوغه. همه منتظر سوار شدن هواپیما هستن.
برمیگردم دوباره جایی که من نشستم تو سالن، دارم حرکت میکنم دیگه. دوباره پرچم‌های کشورهای مختلف میتونی ببینید. دارم میرم مستقیم شلوغ شده، مثل اینکه هواپیماهای مختلف میخواد پرواز کنه. پاسنجر ها همه هستن. اینا که خط میبینی اینا همه هستن استاده هستن برای غذا بگیرین از رستوران ها. دارن غذا میخورن اینا. اشتهار ساندویچ هست، مدیترانه ساندویچ. دارم میرم طرف صندلی من که نشستم. شلوغ شده اینجا. وقتی من اومده بودم اینقدر شلوغ نبوده. نزدیکه که جایی که من نشستم. دارم میام. بله پیدا نشده هنوز. دارم میرم طرف جایی که من نشستم. Passengers seated in groups D, E, and F, you'll be boarding at gate B40. At this time, we are welcoming passengers seated in groups D, D only. Please make your way over to gate B40. حالا گفتن که ما If you're seated in business class or economy class, منتظر هستیم که دارن اعلان میکنن که بریم طرف هواپیما بوردینگ کنیم. اسکندیز شلوغ شده، همه ایستادن که برن به هواپیما. منم نزدیک شدم جایی که برم بشینم. اینجا نوشته واشنگتنیان. اینجا هم کندی هست، شکلات هست، لباس هایی نوشته 2 تا میتونی بخری $25. اینجا نوشته کلاه میتونی بفروشن. کلاه 2 تا که بخری $25. اینجا نوشابه ها هست، قهوه هست در ستار باکس. آبم هست. ستاربکس $3.79 میتونی بخری. و اینجا ساندویچ هم پیدا میشه، ساندویچ ماهی و دیگه تخم مرغ و پنیر و ساندویچ های بزرگ هم هست. $10.99. اینجا یوگورت هم هست، ماست، شیرین هست. بعد اینجا نوشابه های مختلف هست، گتووید و که انرژی بده. اینا هم پیدا میشه $3.29. اینا هم گتووید میدن $5.99. پپسی $3.15. مانتین دیو $3.19. کرش هم پیدا میشه دیگه. دکتر پیپر و ستاری و شویپس و جینجر و لیمونید اینا $3.15. اینجا هم دیدیم چیپس هایی هست مختلف دیگه. شکلات کندی همه چیز هست. شکلات مختلف هست. اینجا میشه
اینجایی هست که میفروشن چیپس های مختلف هست، قیمتشون همه نوشته شده، میتونیم ببینید. $3 و دوریتو ناچو چیز $3 و 9 سنت. این قسمت هم بادوما هست که مشتری هستن و میتونیم اینجا بریم. دیگه میرم بیرون و اینجا هم شکلات هایی دیده میشه. این شکلات $6 و 49 سنت. شکلات کندیز هست $26 و 99 سنت. اینجا لباسهایی هست که واشنگتن دی سی نوشته. با این طرف هم چیز پیدا میشه، همه چیز هست اینجا. چمدون ها هست، لباس ها هست. این مگنتی که تو یخچال میذارین اینجا این چیزا هم پیدا میشه. روی یخچال توفه هست. اومدم بیرون از این دکون واشنگتن و میرم طرف جایی که من نشستم. شما خیلی ممنون که تا حالا با من موندین و دارین میبینین. اگر دوستی داشتین این که شما رو من نشون دیدم چیزهایی در واشنگتن دی سی فرودگاه، لطفاً لایک بدین و سابسکرایب کنید. خیلی ممنون، چکرم و خدا حافظ، خدا نگهدار.